خندوانه بلوچستان. گفتم قبل از رفتن بهم یه تشکر ازت کنم. خیلی زحمت کشیدی واسه ما رسیدی. خب مهدی جان اوضاع شرکت چونه؟ وقتی که تبدیل کنیم تا کاروبار داریم و نیم ماراتن تبدیل کنیم چه غلط کردی؟ اینم پاسپورت. ای بابا این که زنگ میزنه. الو سلام عزیزم جان. الو سلام مهدی کجایی؟ من دارم میام سمت خونه. چرا؟ چی شده؟ بابا همراته؟ بابا واسش کاری پیش اومد یهویی مجبور شد بره بیرون شهر. به من گفته. چرا چیزی شده؟ از صبح رفته بیرون هنوز برنگشته، گوشیشم خاموشه، خیلی نگرانشم. نگران نباش. بابا به من گفت من فقط یادم رفت بهت بگم یکم کار زیاد داشتم. با من هماهنگه. فقط من یادم رفت. باشه قطع کن. جانم. باشه الان میارم. سلام خاله. بیا خاله. بسه؟ این چیه دستت؟ ایده کپتت خاله. باشه خیلی خوب برو. این که ساعت بابامه. 1 دقیقه هم از خودش جدا نمی‌کرد. تو خوابم حتی دستش بود. سلام، خوش اومدید به چنل خودتون. ممنون میشم که از ما حمایت بکنید تا بچه‌های سیستان و بلوچستان بیشتر دیده بشن. بریم با هم ادامه این ویدیو رو ببینیم. وای بابا. خاک تو سرم. بابا جان. وای بابا. به پلیس هم نمیتونم زنگ بزنم. من الان چیکار کنم؟ من الان به کی زنگ بزنم؟ سلیمان. اون که با خاطر پول هر کاری میکنه. بذار زنگش بزنم. لعنتی اینم که خاموشه. بذار به خونش زنگ بزنم. الو بفرما. نشناختی؟ باید هم نشناسی. ماهروخم. لوتی کهرگوش یه اتفاقی افتاده باید ببینمت. ولی من نلوتین تگین. به حرمت اون حسی که به هم داشتیم باید ببینمت. خیلی مهمه. مگه چی بوده؟ الان نمیتونم پشت گوشی بهت بگم. بیا ببین آدرسی که بهت میگم. خندوانه بلوچستان. سلام. سلام بلد نیستی؟ گیرین که سلام لوتی کهرگو.
واسه بابام اتفاق خیلی بدی افتاده. به کمکت نیاز دارم. اولا و مرد داره گوره انام هیچ دلیلی نگندی سخیه کمک کنه. صبر کن بهت پولشو میدم. چه فکر کرده که من پا پول خاطره کاره کنم؟ من تو خانواده یا پول کینم. چطور به خاطر پول منو ول کردی؟ الان به خاطر پول بابامو نجات نمیدی؟ چی؟ من پا پول خاطره تاویل کرتون یا تایی که من یک کپتک بیمارستان هاتون شو تگیز کرده. این کجام پول؟ کدوم پول؟ حتما 1 میلیارد واسه پول کمی بوده. بیا اینم مدرک. شیدامه ادامه نداره. کلش همینه. شیدامه تا نشان نداتم بو نومم پتاشین روچی که پا من زنگ جاته من گران شوتون تی پس سلام آقا سفید 39 بس سلیمان توی کان کاک خدا بیامرز پیزو زاگه کان کاک تی پس وارنگه مندیت تا چون وتی پاداشته که شیره دومه سرا من جسارت نکرتم کاک فقط نغست خیرن سکه کاکا وتی پادا پاوش بیل بعض وقتا توین لونکا باعث خفگی انسان وی سکه کاک من نزانین در مورد من چه فکر کنم ولی من اتونه دا تی حضوره که اجازه گیرین خدمت رسینگو خانواده سکه من تیم رنگم باز درسته کنیم پچه خاطری رنگه جا کن شدور موتی مردم درسته کنیم مهدی جان آجبا. پیش یک مبلغ بنویس بلی تو برو چقدر بنویسم؟ سکه قیمت چی کسیم بنویس کرای تاکسی هم بنویس خندوانه بلوچستان. بیا ایچی کاده که وتی خطا کور کن انشالله دست و دلبازم است کاکا ولی من پتی پوله خاطره تی جنک که نلوٹیم من ایره پای جنده خاطره لوٹیم منم چطیه دوروبرین کاریگرانه ناو که پا پوله خاطره هر کاریه کنم تی دوره عیب که وتی جنک که غول داتان گوته کاری داشتم مگر نه تی شلوارو که کشت باشه اصلا حرفات راست. ولی اون پیامک هایی که واسم فرستادی چی؟ اینو که دیگه نمیتونی این کار کجام کنی. پیام؟ بگیر بخون. شمن دیم نداتم پس کی این پیامک رو فرستاده؟ نازانی زانتم چی پسی کارم آوانی جنده بیتا باز لاشید مهدی یواز بیدو کاره خوب انجام اوکی. داشت حسن حاج بابا گفت که میخوام زنده بمونه باز نزنی بمیره ها. یه طوری میزنم استخوناش خورد بشه. خندوانه بلوچستان. کجاست؟ حسن گوشی باز شد فقط اینو برو سریع یه جا بندازیمش که سریع خطش کوره بشه. برو. یه گرد آوان جنده کارت که مشمارشم جتا کنن که موفق هموتن الان با چی کار کن؟ بله پا ما مواد جوره کنیم تا دیگه غصه ما ناور دانی الا نداری. کبوتر میده کپتان آخه پاس آدرا غول بکن خندوانه بلوچستان. واقعا یه مینی سریال خیلی خفنه و
امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین و منتظر قسمت‌های بعدی باشید. خندوانه بلوچستان.